با سلام، من علی جعفر قدبگی هستم، مدیر عامل شرکت ماشینکاران اراک. کارم رو از سن 13 سالگی با شاگرد پادویی در تراشکاری‌های قدیم شروع کردیم. در اون زمان صنعت به شکلی بود که داخل خیابون‌ها و داخل گاراژها بود. شهرک‌های صنعتی وجود نداشتند. شرایط کار فوق‌العاده سخت بود برای کارآموزی. از ساعت 5 صبح ما میرفتیم سر کار تا ساعت 9 شب کار میکردیم. دستمزدمون روزی 2000 تومن، 2 تومن بود، 2 تا تک تومنی. عرض کنم خدمت شما که تا اینی که بعد از 4 سال بعد از آموزش‌های لازمی رو که دیدیم به عنوان سرپرست کارگاه انتخاب شدم. بعد با اون استادکاری که با هم استادکارم بود شریک شدیم و یه مغازه تراشکاری در میدون قیام تهران تأسیس کردیم به نام تراشکاری اکسیر. 3 سالم اونجا فعالیت میکردم تا اینکه سال 57 به دلایلی ما مجبور شدیم بیایم اراک، چون ما بچه سربند اراک هستیم. عرض کنم خدمت شما که اراک هم در اون زمان باز صنعتش به این شکلی که الان هست وجود نداشت. این شهرک‌های صنعتی وجود نداشتن. شروع کار ما از خیابون ادبجو کارگاهی رو خریداری کردیم به عنوان تراشکاری اکسیر و شروع به کار کردیم که کارهای صنعتی رو انجام میدادیم. بیشتر کارهای تعمیرات، عرض کنم خدمت شما، قطعات تراکتور و خودروهای سنگین و سبک رو. بعد از اینی که انقلاب شد تصمیم گرفته شد که قطبای صنعتی ایجاد بشن که اولین منطقه صنعتی که در اراک تأسیس شد همین قطب صنعتی اراک بود که به دستور شورای انقلاب تصمیم گرفتن که قطبای صنعتی در شهرهای بزرگ، مراکز و استان‌ها ایجاد بکنن برای فعالیت‌های صنعتی، که از سال 63 ما اینجا کارمون رو شروع کردیم. خب فراز و نشیب‌های زیادی داشتیم، سختی‌های خاص خودش، مشکلات خاص خودش رو داشته تا به اینجا رسیده. سال 63 عرض کنم خدمت شما ما کارمون رو اینجا با 12 نفر با 1000 متر فضایی که داشتیم شروع کردیم. الان فضایی که در اختیار داریم 1 هکتار، تعداد نیروهامون هم چیزی در حدود 220 نفر نیروی مستقیم داریم. تقریبا میشه گفت 500 نفر هم نیروهای غیر مستقیم داریم که اجزا و قطعاتی که لازم داریم برای ما تأمین میکنن و در اختیار شرکت میذارن. قطعاتی رو که ما تولید میکنیم قطعات خودرو هستن عمدتاً. کارهای تولیدات نظامی هم البته انجام دادیم، ولی عمده قطعاتی رو که ما تولید میکنیم قطعات خودرو هستن. خط جدیدی هم الان راه اندازی کردیم که برای تولید انواع پولوس‌های خودروها که تو ایران برای اولین بار داره تولید میشه و تا حالا هیچ کسی اقدام به تولیدش نکرده، راه اندازی کردیم این خط رو که داریم الان تولید میکنیم و وارد بازار میکنیم.
واحد فرسکاری شرکت ماشینکارانه که از فرسهای 3000 تن به پایین ما اینجا فرس داریم برای تولید انواع قطعاتی رو که ما اینجا تولید میکنیم. قطعات به صورت آهنگری و برج تولید میشن. این فرسهایی که الان تو این واحد فعال هست، از این نوع فرس‌ها تو ایران بیشتر از 5 تا فرس وجود نداره. 3000 تن نیرو اعمال میکنه در کار آهنگری. قطعاتی رو که ایران خودرو از کانجای ترکیه وارد میکرد، ما تمام این قطعات رو اینجا براشون تولید کردیم و در اختیار شرکت ایران خودرو قرار دادیم. قطعه‌ای که تولید میشد هر کدومشون 12 یورو هزینه ارزبری داشت که ما جلوی این ارزبری رو گرفتیم و قطعات رو در اختیار ایران خودرو داریم قرار میدیم. قطعات دیگری هم که تولید میشه برای 2 تا خودروساز شرکت سایپا و ایران خودرو داره اینجا قطعه تولید میشه. روی این واحد چیزی در حدود 70 نفر مشغول به کار هستن که انواع فولادها رو ما داخل قالب‌های بسته شکل میدیم. ما مواد اولیه رو از شرکت‌های داخلی تهیه می‌کنیم. این نکته بسیار مهمیه که مواد اولیه‌مون هم از شرکت‌های داخلی تامین میشه. به خاطر همین هم ارزبری آنچنانی برای شرکت نداره. یک سری از قطعات تکنولوژی بالا هستش که اونا رو شاید خیلی درصد خیلی کمی زیر 5% باشه که اونا رو به صورت وارداتی وارد می‌کنیم. بازم رو اونا کار انجام میدیم، یعنی به صورت خام وارد می‌کنیم و کار انجام میدیم. 95% از تولیداتمون رو از شرکت‌های داخلی وارد می‌کنیم. به طور مثال میلگرده‌های فولادی هستند که از شرکت‌های فولادسازی داخلی این مواد اولیه خریداری میشن با بهترین کیفیت، بهترین استانداردها و بهترین و مهمترین تست‌های مورد نیاز صنعت خودرو روشون انجام شده. واحد کنترل ورودی ما اینا رو چک میکنه. بعد از اینکه مورد تایید قرار گرفت و البته از آزمایشگاه‌های داخل شرکت و از آزمایشگاه خارج از شرکت که طبق استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای شرکت ایزیری، سازمان ملی استاندارد ایران، مورد تایید قرار گرفت این قطعات و این مواد اولیه وارد شرکت میشن. اولین مرحله برش قطعات هستش که به اندازه که نیاز داریم قطعات برش میخوره و وارد مرحله بعد. بعد از اینکه قطعات در مرحله اولیه برش خورد به اندازه مورد نیاز برش اولیه خورد، میاد وارد کوره های دو نوع کوره داریم، کوره های گازی و کوره های الکتریکی هستش. قطعات تا 1200 درجه سانتیگراد گرم میشه و وقتی قطعه گرم شد بعد از این مرحله وارد مرحله فرم‌دهی اولیه میشه. تو مرحله فرم‌دهی اولیه قطعه رو به فرم شکل اولیه که مورد نیازه میرسونیم و بعد از این مرحله قطعه میره با توجه به
اندازه و سایزی که داره با پرس مخصوص خودش فرم میشه. به نام مرحله فورجینگ یا آهنگری که قطعه به صورت کامل اینجا شکل داده میشه. بعد از اینکه شکل داده شد وارد این یکی دستگاه میشه و در این یکی دستگاه در این یکی پرس قطعه تریم میشه و آماده برای مرحله بعد میشه. حائز اهمیتی که وجود داره در شرکت ما به این صورته که تقریباً 0% قطعات مراحل تولیدی و روی قطعات ما در داخل شرکت خودمون و در داخل مجموعه صنعت استان مرکزی این قطعات این مراحل انجام میشه. و به طور مثال بحث آماده سازی و رنگ قطعات، پوشش‌دهی قطعات هستش. بعد از اینکه قطعات از کارگاه فرج به صورت قطعات تایید شده و ترکیابی شده و سختی سنجی شده وارد این مرحله میشه، وارد این کارگاه میشه. به صورت کامل این قطعات پوشش‌دهی میشه با وانهای مختلف. کنترل های لازم روی این وانها صورت میگیره تا ضخامت و زیرسازی کامل برای رنگ انجام بشه. بعد از اینکه زیرسازی کامل بر روی قطعات انجام شد و کنترل ها انجام شد، قطعات مورد تایید قرار گرفت، وارد مرحله رنگ میشه. در این مرحله قطعات وارد داخل کانوایر چیده میشه و وارد کوره‌ای میشه که حالا دمای این کوره و سرعت انتقال قطعات کنترل شده است که بعد از اینکه قطعه به این صورت وارد کوره شد به صورت پاشش با گانهای مخصوص رنگ پودری به روی قطعه پاشیده میشه و حالا با توجه به ضخامت رنگی که میبایست قطعه داشته باشه زمان پاشش مشخص میشه. قطعه بعد از این مرحله وارد کوره رنگ میشه. در کوره رنگ با توجه به دمای شرکتی که توصیه کرده در مورد پخت رنگ اون دما تنظیم میشه. قطعه داخل کوره حرکت میکنه، یه تایم مخصوصی داخل کوره میمونه و بعد از اون تایم از کوره خارج میشه. بعد از اینکه از کوره خارج شد ما باز هم تست هایی بر روی قطعه انجام میدیم. تست هایی مثل تست های ضخامت رنگ، تست هایی مثل تست های چسبندگی یا کراسکاد که بتونیم متوجه بشیم که این رنگ به صورت کامل به قطعه چسبیده و بعد از اینکه این تست ها انجام شد به صورت رندومی و تصادفی تست ها وارد کوره حمام نمک یا سالت اسپری میشه که ببینیم که این قطعه توانایی تحمل نمک رو داره که به مرور زمان و در اثر کارکرد قطعه رنگ نداره.
وجود داره استفاده شرکت از نیروی جوان و تحصیل کرده استان هستش. ما سعی میکنیم از نیروهای جوان و تحصیل کرده استان استفاده کنیم، اونها رو آموزش میدیم داخل مجموعه خودمون و آماده میشن برای استفاده و کار با دستگاه‌های فوق پیشرفته‌ای که وجود داره، دستگاه‌هایی که شاید به تعداد خیلی کمی از این دستگاه‌ها توی کشورمون وجود داشته باشه، ولی این دستگاه‌ها در داخل شرکت وجود داره. با توانمندی مدیران، مسئولین، سرپرستان و پرسنل این شرکت این دستگاه‌ها راه اندازی میشه و بعد شروع به کار میکنه. اول توسط افراد مجرب این کار با این دستگاه‌ها به افراد جدید آموزش داده میشه و بعد این افراد هستن که شروع به کار با قطعه میکنن، شروع به کار با دستگاه و تولید قطعه میکنن. خدمتتون عرض کنم در هر کدوم از این مراحل اپراتورها توسط واحد کنترل کیفیت کارشون کنترل، یعنی علاوه بر کنترل هایی که خودشون انجام میدن، کنترل هایی که واحد مهندسی ما و واحد کنترل کیفیت ما طراحی میکنه برای اینکه مطمئن بشه قطعه عملکرد واقعی خودشو داره، اندازه های واقعی خودشو داره. این کنترل ها بر روی قطعه اول توسط خود اپراتور و سرپرست انجام میشه، بعد از اینکه تاییدیه توسط واحد کنترل کیفیت بر روی دستگاه، بر روی اون اوپی داده شد، قطعه شروع به تولید میکنه. حالا به صورت ساعتی و به صورت تصادفی و رندوم با توجه به کنترل پلنی که اون دستگاه و اون قطعه و اون مرحله داره، کنترل کیفیت سر میزنه، قطعات رو کنترل میکنه. تک تک این مراحل پشت سر هم با توجه به اوپیسی که قطعه داره انجام میشه تا مرحله نهایی که قطعه آماده بشه برای مرحله مونتاژ. یعنی در مرحله ماشینکاری بعد از مرحله فرد و رنگ ما اندازه هایی که مورد نیازه که اندازه ها همه اندازه های صدم میلیمتر و هزارم میلیمتر هست، این اندازه ها بر روی قطعه داده میشه. کنترل های لازم توسط ابزارهای مخصوص بر روی قطعه انجام میشه. وقتی قطعه کاملا مورد تایید قرار گرفت وارد مرحله مونتاژ میشه که در اون مرحله هستش که قطعه به صورت کامل آماده بسته‌بندی و ارسال به کارخونه. بعد از اینکه ماشینکاری قطعات انجام شد، قطعات به استانداردهای لازم از لحاظ ابعادی رسید، وارد این کارگاه میشه و با دستگاه‌های فوق پیشرفته به صورت کاملا مکانیزه و کنترل شده قطعه عملیات حرارتی میشه. قطعه که عملیات حرارتی شد، تست‌های لازم بعد از عملیات حرارتی مجددا بر روی قطعه انجام میشه و بعد از اینکه مورد تایید قرار گرفت قطعه وارد مرحله‌ای به نام مرحله برگشت یا تمپر میشه که در این مرحله قطعات حدود 2 تا 3 ساعت داخل کوره با دمای مشخص و سرعت مشخص
حرکت میکنن که این باعث میشه که سختی قطعات در رنج مخصوص خودش قرار بگیره، خواص قطعه در رنج کاری خودش قرار بگیره و باعث عدم شکست و عدم سایش قطعات. در اینجا قطعات توسط دستگاه‌هایی که اینجا وجود داره به روی هم مونتاژ میشه این قطعات و خواص و عملکرد نهایی خودشون رو به دست میارن. همزمان با تولیدی که بر روی قطعه میشه، مرحله بعد مرحله کنترل هستش، یعنی یه مرحله تولید و مرحله بعد مرحله کنترل هستش. این دستگاه به جرئت میتونم بگم که در داخل کشور دومی وجود نداره از این دستگاه. این دستگاه فوق‌العاده‌ای هستش برای تولید انواع سیبک و طبق خودرو استفاده میشه که به صورت کامل کنترل های لازمین تولید بر روی قطعه انجام میشه و قطعه از هر لحاظ مورد تایید قرار میگیره و بعد از اینکه این قطعه و این قطعات در این مراحل تولید شد و کنترل شد، وارد مرحله کنترل نهایی و بسته‌بندی میشه که در اون مرحله باز هم یک سری کنترل ها بر روی قطعه انجام میشه و بعد از اینکه مورد تایید قرار گرفت، قطعه وارد بسته‌بندی مخصوص خودش میشه و وارد کارتونی که مشخص شده برای اون قطعه به تعداد لازم وارد میشه و وارد بازار میشه. قطعه‌ای که در شرکت ماشینکاران آراک تولید میشه قطعه سرپلوت هستش. این قطعه برای کلیه خودروهایی که داخل کشور تولید میشن در شرکت تولید میشه و به بازار عرضه میشه. ما در حال حاضر شاید حدود 50 کمتر از 5 بین 40 تا 50% نیاز کشور از این قطعه رو تامین میکنیم و برنامه ریزی که داریم در آینده دنبال این هستیم که به صورت 100% بتونیم نیاز داخل کشور رو تامین کنیم. تولید باید خدمتتون عرض کنم که تولید شرایط بسیار سختی رو داره، یعنی میشه گفتش که تولید کردن در این فضایی که وجود داره بسیار سخته. خب کارهای سختم همیشه یادشون شیرینه، یعنی ما با سختی ها بزرگ شدیم و از سخت بودن کار لذت میبریم. تنها چیزی که ما رو ارضا میکنه
محصولی رو که توی شرکت به دست میاد و نهایتا تبدیل به یک کالایی میشه که میتونه در جامعه مورد استفاده قرار بگیره و کمکی در جامعه باشه، این موضوع فقط به ما آرامش میده و لذتی که زمانی که یک محصولی رو ما به نتیجه میرسونیم ازش میبریم تمام اون نیازهای درونی ما رو برآورده میکنه. ما خیلی در رابطه با مسائل سود و مسائل مالی تولیداتمون خیلی به این موضوع توجه نداریم. به این موضوع بیشتر توجه داریم که کالایی که تولید میشه بتونه در جامعه مثمر ثمر باشه، مشکلاتی رو از جامعه بتونه حل بکنه و بتونه جلو واردات کالا رو بگیریم، جلو خروج ارز رو بگیریم. امیدواریم که انشالله نسل جوان بیشتر به این مسئله توجه بکنن. طبیعتاً وارد شدن به یک کارهای سخت عزم بزرگ میخواد، همت بالا میخواد که این در خیلی از جوانای ما وجود داره. امیدواریم که انشالله وارد میدون بشن و بتونن این مسائلی رو که ما تا حالا کارهایی که انجام دادیم بتونن ادامه بدن و به نسل بعدی منتقل بشن انشالله.